علا حقیقی، مدرس این دوره از آموزش طراحی سایت با وردپرس در خدمت شما همراهان عزیز آکادمی دیجیتال مارکتینگ وب‌کامرس هستم. خب بچه، توی این جلسه از آموزش طراحی سایت با وردپرس رسیدیم به جلسه 11 از آموزش طراحی سایت با وردپرس. توی این جلسه میخوایم راجع به منوها و فهرست ها و تنظیمات مربوط به نمایش صحبت کنیم. پس با من همراه باشید. خب فهرست ها و منوها. فهرست یا منو چیست؟ خب بچه، به طور کلی منوها جهت معرفی صفحات سایت یا همون برگه ها کاربرد داره که بسته به فعالیت شما و نوع وبسایتتون از منوهای مختلفی میتونید استفاده کنید. هم تعداد و هم نام منوها مشخص کننده برند و نوع کسب و کار شماست. الان بچه ببینید سایت های مختلفی مثل مدرسان برتر و وب‌کامرس رو ببینید. این سایت وب‌کامرس هست. این منوهای وبسایت من هست بچه. آموزش المنتور، آموزش وردپرس، آموزش رولوشن اسلایدر، آموزش تولید محتوا، آموزش SEO و منوهای دیگه. بچه ببینید اینجا من الان 2 منو دارم. بعضی از وبسایت ها هم بسته به نوع کسب و کاری که دارن میتونن از چندین منوی مختلف استفاده کنن. خب الان وبسایت مدرسان برتر رو ببینید. این قسمت منوهای من رو نمایش میده. خب پس هر وبسایتی بسته به نوع کاری که انجام میده میتونه نام منو و تعداد منوی خودش رو مرتبط با اون نوع کسب و کار انتخاب کنه. حتی مثلا وبسایت های فروشگاهی ممکنه تعداد منوهاش خیلی زیاد باشه. خب پس این نکته رو هم توجه کنید. خب میریم با میمایند پیش میریم. توی قسمت بعدی به ساخت فهرست یا منو میپردازیم. ساخت منو در وردپرس. خب بچه، برای ساخت منو در وردپرس توی قدم اول ما میریم توی صفحه پیشخوان یا پنل مدیریت وردپرس خودمون. خب من الان میام توی صفحه پیشخوان خودم. الان عذرخواهی میکنم، من یه رفرش بزنم بچه. خب توی گام بعدی ما از منوی نمایش فهرست ها توی قسمت ساختار فهرست نام منو یا فهرست خودمون رو تایپ میکنیم. خب ببینید الان من میام توی این قسمت نمایش روی فهرست ها کلیک میکنم. اینجا توی قسمت ساختار فهرست توی این باکس نام منوی خودم رو میذارم. مثلا میذارم منوی 14. خب بچه طبق میمایند پیش میریم. قبل از اینکه بچه من مرحله بعدی رو ادامه بدم، خب یه نکته هست که باید بهتون بگم. یه جاهایی بچه هست که ما قبلا منوهایی داشتیم و میخوایم یه فهرست جدید ایجاد کنیم. خب الان ببینید من یه وبسایت دیگر رو بهتون نشون میدم. اینجا بچه ما چندین منو داریم. خب اینجا اگه من از فهرست بذارین بیام توی پیشخوان خودم و از قسمت نمایش بذارین نمایش رو پیدا کنیم. از قسمت نمایش فهرست ها رو انتخاب کنم. خب اینجا میبینیم که چند تا منوی مختلف داریم بچه ها از قبل. خب زمانی که ما چند تا منوی مختلف از قبل داریم، برای ایجاد منوی جدید کافیه که من روی این گزینه یعنی یک فهرست جدید ایجاد نمایید کلیک کنم. ببینید الان وارد این صفحه شدم. میتونم منوی جدید خودم رو بسازم. خب پس من توی این صفحه گفتم توی ساختار فهرست توی این باکس نام منوی خودم رو تایپ میکنم. بعد طبق میمایند پیش میریم توی قسمت بعد، یعنی عذرخواهی میکنم توی مرحله بعد بچه توی قسمت سمت راست یعنی باکس سمت راست عنوان صفحه رو انتخاب میکنم. مثلا اینجا ببینید به ما میگه میخوای برگه هاتو به عنوان منو اضافه کنی یا نوشته هاتو اضافه کنی یا دسته‌بندی هاتو اضافه کنی. خب من الان میخوام برگه هامو به عنوان منوی خودم اضافه کنم. الان فروشگاه رو انتخاب میکنم. سبد خرید، حساب، تصفیه حساب، حساب کاربری،
لیست علاقه‌مندی ها، تماس با ما، درباره ما. خب بچه اگه بخوام نوشته هام هم انتخاب کنم، میام مثلا دفتر کار رو میزنم. حالا اگه من توی این مرحله افزودن به فهرست رو بزنم، این منوها برای من، بذاریم که منوهای قبلی رو هم بزنم. آره اگه افزودن به فهرست رو بزنیم بچه منوها برای ما اضافه میشه. الان ببینید من زمانی که این افزودن رو زدم، برگه های من برای من اضافه شد. زمانی که برگه نوشته خودم رو انتخاب کردم و افزودن رو زدم، نوشته من برای من اضافه شد. ببینید خب اگه من ذخیره فهرست رو بزنم و طبق میمایند ذخیره فهرست رو بزنم، این منو برای من ایجاد شده. الان من این منو رو برای خودم ایجاد کردم. الان بچه ببینید اگه من انتخاب دست جمعی رو بزنم و اینجا پاک کردن رو بزنم، به صورت کامل برای من پاک میشه. خب حالا طبق میمان پیش میریم. بچه قبل از هر چیزی ما باید چند تا برگه توی سایتمون ایجاد کنیم که بتونیم اونها رو به عنوان منو انتخاب کنیم. مثلا ما اینجا توی سایت وب‌هامس برگه های مختلفی رو داریم، مثلا فروشگاه، حساب کاربری، درباره ما، تماس با ما. خب ببینید الان اینجا من خودم برگه های مختلفی رو داشتم بچه از قبل. خب ولی شما که سایتتون رو تازه راه اندازی کردین، باید برین از قسمت برگه ها، از این قسمت افزودن جدید، اینجا بچه برگه جدیدی برای خودتون اضافه کنین که بعد بتونین این رو به عنوان منو برای خودتون اضافه کنین. مثلا من اینجا برگه تست 14 رو اضافه میکنم، اینو منتشر میکنم. خب میام از این قسمت، اگه من بچه اینجا یه رفرش بزنم، الان ببینید برگه تست 14 برای من اضافه شد. پس شما که سایتتون رو تازه راه اندازی کردین، باید از بخش برگه ها افزودن برگه تازه، برگه اصلی که میخواین به عنوان منوی سایتتون انتخاب کنید رو اضافه کنید و به این روش که بهتون نشون دادم به منوی خودتون اضافه کنید. الان این برگه برای من اضافه شد. اینجا من اگه برگم رو انتخاب کنم، افزودن به فهرست رو بزنم، الان ببینید اینجا برگه برای من اضافه شده. حالا دوبار اضافه کردیم، یه بار ما اینا حذف میکنیم. حالا اگه ذخیره فهرست رو بزنم، این برگه برای من توی منوهای من نمایش داده میشه. الان ببینید این وبسایت من هست. خب یه لحظه من ذخیره فهرست رو مجدد میزنم. خب اینجا به من میگه مکان نمایش کجا باشه، من میگم منوی اصلی باشه. خب ذخیره فهرست رو میزنم و اینجا یه رفرش میزنم. بچه ببینید الان این منوهایی که ما اضافه کردیم اینجا برای ما میاره. حالا بچه یه نکته مهم، من طبق میمایم پیش میرم که شما اشتباه نکنیم. برای اینکه بخوایم ترتیب منوها رو تغییر بدیم، کافیه که منوها رو بکشیم به اون جایی که دوست داریم. خب الان ببینید من میخوام مثلا فروشگاه بیاد اول قرار بگیره، اینو میارم میکشم میارم میذارم این بالا. میخوام بعد از فروشگاه سبد خرید من باشه، نه عذرخواهی میکنم، من مثلا میخوام حساب کاربری خودم رو بذارم، میارم میکشم میذارم زیر فروشگاه. خب بچه اگه من بخوام تصفیه حساب رو بذارم زیر منوی سبد خرید، میام اینو میذارم با یه فاصله کم زیر حساب کاربری، یعنی تصفیه حساب من الان میره زیر مجموعه حساب کاربری. الان لیست علاقه‌مندی ها رو هم میذارم اینجا. خب حالا لیست علاقه‌مندی های من میره زیر مجموعه تصفیه حساب که خودش زیر مجموعه حساب کاربری هست. خب بچه الان ببینید من یه ذخیره فهرست میزنم، اینجا یه رفرش میزنیم. الان بچه ببینید حساب کاربری من تصفیه حساب اومد زیر مجموعه حساب کاربری، لیست علاقه‌مندی ها ببینید اومد زیر مجموعه تصفیه حساب که خودش زیر مجموعه حساب کاربری من هست.
خب طبق میمان پیش میریم. برای اینکه بخوایم بچه‌ها یه منو رو حذف کنیم، خب ما روی فلش کناری کلیک میکنیم، اونو باز میکنیم، گزینه حذف رو میزنیم، ذخیره تغییرات رو میزنیم که اون برگه یا منو برای ما حذف بشه. الان ببینید اینجا من میخوام این برگه تست 14 رو حذف کنم. اگه روی این فلش کلیک کنم این برای من باز میشه، گزینه حذف رو میزنم، اینجا ذخیره فهرست رو میزنم و این قسمت یه رفرش میزنم. الان ببینید من برگه تست 14 برای من حذف شد. خب بچه طبق میمان پیش میریم. خب بچه یه نکته مهم، خب زمانی که شما میخواین یه فهرست جدید اضافه کنین، خب و از قبل چند تا فهرست یا منو داشتین، الان میخواین یه منوی جدید اضافه کنین، میرین از قسمت نمایش فهرست ها گزینه یک فهرست جدید را ایجاد نمایید میزنید. الان ببینید من میرم توی پیشخوان خودم توی این قسمت. بچه الان ببینید من الان اینجا یه منو دارم. خب زمانی که یه منو دارم یا حتی چندین منو دارم، میتونم بیام از این قسمت ایجاد یک فهرست جدید یا یک فهرست جدید را ایجاد نمایید کلیک کنم، خب و از این قسمت برای خودم یه منوی جدید بسازم. خب یه نکته بعد که این که بچه‌ها شما میاد توی وبسایتتون همونطور که گفتم چندین فهرست یا منو دارین. خب الان ببینیم من این وبسایت خودم بود. اینجا بچه‌ها از قسمت نمایش میایم، فهرست ها رو کلیک میکنیم. خب نکته اول که بهتون گفتم اگه شما چند تا منو اینجا داشته باشین، ببینید الان من چند تا منو دارم، بخواین یه منوی جدید ایجاد کنین باید ایجاد فهرست جدید رو کلیک کنید. خب این قسمت رو کلیک کنین که بتونین یه منوی جدید برای خودتون بسازید. حالا اگه بچه‌ها ما اینجا چندین منو داریم، خب میخوایم مثلا من میخوام این منوی خودم رو ویرایش کنم، میام این منو رو کلیک میکنم، گزینش رو میزنم، این منو توی این قسمت برای من میاره که میتونم این منو رو ویرایش کنم. این برای زمانی کاربرد داره که شما چندین منو دارین، یعنی منوهای مختلف و زیادی دارین که میخواین سریع برای خودتون ویرایش کنید. خب حالا طبق میمان پیش میریم. خب بچه یه نکته دیگه این که شما میتونید از توی محصولات هم صفحه‌ای رو به عنوان منوی خودتون انتخاب کنید. شما زمانی که سایت فروشگاهی دارین، خب مثلا صفحه لباس، موبایل، نمیدونم صفحات مختلف وبسایتتون محصولاتتون رو میتونین به عنوان منوی خودتون انتخاب کنید. حتی بچه‌ها میتونین از توی قسمت دسته‌بندی ها و ووکامرس هم منویی که میخواین رو برای خودمون انتخاب کنید. الان ببینید من توی این وبسایت هستم. توی این وبسایت میام قسمت نمایش فهرست ها رو کلیک میکنم. خب الان اینجا این منوی من هست. خب ما حتی میتونیم از توی دسته‌بندی ها بچه برای خودمون یه منوی جدیدی انتخاب کنیم. خب الان من اینجا دسته‌بندی خاصی رو ندارم. خب یا حتی میتونیم از توی دسته‌بندی محصولات، مثلا من لوازم دیجیتال و موبایل رو به عنوان منوی خودم به این فهرستم اضافه میکنم. ببینید الان لوازم دیجیتال، موبایل. حتی بچه میتونیم از طریق این قسمت یعنی گام پایانی ووکامرس حتی دانلود ها و قسمت هایی که اینجا دارم رو به عنوان منوی خودم اضافه کنم. خب حالا من این قسمت رو کاری ندارم و اینم ذخیره تغییرات رو نمیزنم، یه رفرش میزنم که برگردم. طبق میمان پیش میریم. خب بچه برای زیر منوها هم که بهتون گفتم هر منویی که میخواین بره زیر منوی یه منوی اصلی قرار بگیره، کافیه اونو یکم بگیرین بکشین، یکم فاصله بدین که بیاد زیر منوی اون منوی اصلی قرار بگیره. الان ببینید بذارین من رفرشم کامل بشه.
اینجا بچه ها من میخوام درباره ما، حالا درباره ما که نه، مثلا میخوام استخدام بیاد زیر منوی ارسال مقاله. کافیه اینو بکشم یکم بیارم این ور، بیاد زیر منوی این قسمت قرار بگیره. خب زمانی که اینو کشیدم و بردم این ور، اگه ذخیره تغییرات رو بزنم ارسال مقاله میشه منوی اصلی و استخدام میاد زیر مجموعه ارسال مقاله قرار میگیره. خب بچه به همین صورت میتونیم زیر مجموعه هایی رو برای منوهای اصلی خودمون انتخاب کنیم. خب حالا بچه بهتون گفتم اگه بخوایم به صورت دسته جمعی این منو رو پاک کنیم، از این قسمت یا از این قسمت پایین انتخاب دسته جمعی رو میزنیم، پاک کردن رو میزنیم و این منو به صورت کامل برای ما پاک میشه. حالا زمانی که بخوایم از این قسمت منوی رو ویرایش کنیم، کافیه اینجا بچه ما کلیک کنیم. مثلا من میخوام منوی تست 2 رو ویرایش کنم. خب اینجا گزینش رو بزنم و اینجا منتظر میمونم که این منو برای من توی این قسمت ببینیم منوی تست 2 بیاره که بتونم اون رو ویرایش کنم. حالا بچه اگه بخوام یه منوی جدید ایجاد کنم، همونطور که بهتون گفتم کافیه یک فهرست جدید ایجاد نمایید رو کلیک کنم. خب من یک فهرست جدید ایجاد نمایید رو کلیک میکنم که بتونم یه منوی جدید برای خودم بسازم. اینجا نام منو رو میزنم و از این قسمت ها هم میتونم برای خودم منوهای خودم رو انتخاب کنم. خب طبق میمای پیش میریم بچه ها. زمانی که ما این کارا رو انجام دادیم، با هر تغییراتی بچه‌ها ما باید ذخیره فهرست رو بزنیم. خب الان ببینید من این منو رو برای خودم انتخاب میکنم، گزینش رو میزنم که این منو رو برای خودم ویرایش کنم. هر زمانی که من بیام تغییراتی روی این منو اعمال کنم، خب مثلا این مشابه خصوصی رو من میخوام خودش رو بذارم به عنوان منوی اصلی، خب یا بذارمش همون زیر مجموعه باشه. هر زمانی که من تغییراتی رو اعمال میکنم باید من ذخیره فهرست رو بزنم تا اون تغییرات برای من اعمال بشه. خب این قسمت منوها و ساخت منوها هم تموم شد. ما میریم به قسمت طراحی گرافیکی منو. بچه شکل ظاهری منو بهش میگن طراحی گرافیکی منو یا UX و UI. خب ما توی جلسات طراحی هدر و فوتر کامل راجع به طراحی گرافیکی منو صحبت میکنیم. فقط در همین حد بدونید که شکل ظاهری منو رو بهش میگن طراحی گرافیکی منو. خب بچه پس من این قسمت رو هم میبندم و میریم سراغ قسمت بعدی. خب قسمت بعدی بچه نمایش هست، نمایش یا پوستر. خب بچه توی این قسمت قالب های سایت ما قرار میگیره که ما توی جلسه نصب قالب به صورت مفصل توضیح دادیم. پس توی قسمت نمایش، خب اینجا پوستر، توی این بخش قالب های ما قرار میگیره. الان ببینیم قالبی که به صورت پیش‌فرض برای من نصب هست قالب هلو المنتور هست بچه ها. خب توی این قسمت میتونیم قالب تازه اضافه کنیم و طبق اون مراحلی که توی جلسه 10 فکر کنم براتون توضیح دادم قالب خودمون رو، قالب جدیدمون رو اضافه کنیم. خب بچه میریم با میمان پیش میریم. تنظیمات پوستر، نمایش، سفارشی سازی وبسایت. خب بچه از قسمت نمایش خب ما وارد تنظیمات پوستر قالب خودمون میشیم و اون رو برای خودمون سفارشی سازی میکنیم. خب به 3 روش میتونیم قالب سایتمون رو سفارشی سازی کنیم، یعنی توی هر قالبی که نصب یا طراحی کردیم تغییرات دلخواه خودمون رو ایجاد کنیم. خب بچه پس به 3 روش میتونیم قالب سایتمون رو سفارشی سازی کنیم. روش اول اینه که ما بیایم وارد پیشخوان وردپرس خودمون بشیم و گزینه تنظیمات قالب رو ببینیم. ببینین من وارد پیشخوان وردپرس خودم میشم. اینجا باید گزینه‌ای برای من بیاره توی این قسمت به نام تنظیمات قالب. خب من این گزینه رو ندارم، باز نگران نمیشم، هیچ مشکلی نداره. ادامه کار رو با هم میبینیم.
توی مرحله بعدی من باید از قسمت نمایش گزینه‌ای به نام تنظیمات قالب یا اسم قالب خودم رو ببینم. الان ببینید من میرم از قسمت نمایش یا اسم قالب خودم رو میبینم یا گزینه‌ای به نام تنظیمات قالب. خب من اینجا تنظیمات قالب رو نمیبینم، اسم قالب خودم رو میبینم. ببینید قالب پورت و تم. خب اگه روی این کلیک کنم اینجا به من میگه که میتونی سفارشی سازی قالبت رو شروع کنی و قالب خودت رو شخصی سازی کنی. بچه برای هر قالب متفاوته، کافیه که شما یکم تمرین کنید که دستتون راه بیفته. خب توی مرحله بعدی بچه‌ها میگه از بخش نمایش من گزینه سفارشی سازی رو انتخاب میکنم. خب زمانی که از این روش وارد سفارشی سازی قالب سایتمون میشیم بخش‌های مختلفی داریم که بسته به هر قالبی متفاوته. بچه‌ها زمانی که وارد هر کدوم از این گزینه‌ها بشیم میتونیم یک سری گزینه‌ها رو برای خودمون انتخاب کنیم. به عنوان مثال توی این قالب که من برای خودم طراحی کردم مثلا میتونم قسمت‌های مختلفی رو تغییر بدم. خب حالا الان با هم بچه‌ها می‌بینیم کلا چیز زیادی نیست، زیادم سخت نیست. همونطور که گفتم برای سفارشی سازی قالب باید یکم تمرین کنین چون هر قالبی متفاوته. خب الان ببینین من میام از قسمت نمایش روی گزینه سفارشی سازی کلیک میکنم و اینجا وارد بخش سفارشی سازی قالب خودم میشم. خب بچه یکم صبر کنیم که این بالا بیاد. خب زمانی که این صفحه برای من بیاد، حالا بچه اینترنت ضعیفه یکم طول میکشه که این برای من بالا بیاد. خب من یکم صبر میکنم. خب بچه ببینین الان این قالبی که من قبلا نصب کرده بودم خب برای من اینجا میاره و میتونم قسمت‌های مختلف اون رو سفارشی سازی کنم. میگم هر قالبی متفاوته. خب الان این قالبی بوده که من خریداری کردم و اونو نصب کردم. خب حالا اینجا من قالب هلو المنتور رو دارم، با استفاده از این قالب سایت خودم رو ساختم. اگه من بیام از قسمت نمایش و سفارشی سازی این قسمت رو برم اینجا بچه ببینید توی این قسمت باز میتونم قالب خودم رو سفارشی سازی کنم و تغییراتی که میخوام رو اعمال کنم. پس هر قالبی خب متفاوته. شما مثلا زمانی که خودتون یه قالبی رو طراحی میکنین شبیه به این، باز زمانی که من یه قالبی رو که برای خودم کرکش رو گرفتم دانلود کردم و نصب کردم یا خریداری کردم اونو روی وبسایت خودم نصب کردم، اگه بخوام سفارشی سازی کنم هر قالب متفاوته. کافیه که شما یکم تمرین کنین و قسمت‌های مختلف رو تست کنین و برای خودتون وبسایتتون رو شخصی سازی کنین. خب طبق میمان پیش میریم بچه‌ها. زمانی که شما تغییراتی رو اعمال میکنین بچه حتما ذخیره رو میزنیم. خب ببینین الان اینجا من اگه بخوام برای خودم تغییراتی رو اعمال کنم توی این قسمت مثلا به من میگه هدر بالا رو تغییر بده. خب اگه بیام نوار بالا رو انتخاب کنم میگه نمایش نوار بالا. اگه من خیر رو بزنم، حالا اینجا خیر هست، اگه من بله رو بزنم زمانی که بخوام این تغییرات رو اینجا اعمال کنم باید حتما بچه ذخیره تغییرات رو بزنم، یعنی انتشار رو بزنم که تغییرات من اعمال بشه و بتونم توی صفحه خودم اون تغییرات رو ببینم. پس همونطور که گفتم شخصی سازی هر وبسایت عذرخواهی میکنم هر قالب متفاوته. خب حالا چه قالب هایی که شما خریداری میکنین، چه قالب هایی که خودتون طراحی میکنین مثل این قالب که ما به صورت تست طراحی کردیم، خب یا چه قالب هایی که نسخه کرک اون رو میگیرین. برای که بخواین اونا رو شخصی سازی کنین مراحل مختلفی داره که فقط یکم نیاز داره که شما به صورت تست این کار رو انجام بدین تا دستتون راه بیفته. حالا ما توی جلسات بعدی آموزش سعی میکنیم که قالب های معروف و
بزرگی، حالا میگم بزرگ که نه، قالب‌هایی که به درد بخور هستن و بیشتر استفاده میشن رو سفارشی سازی کنیم، آموزشاشو توی وبسایت قرار بدیم تا شما هم بتونین از اونها استفاده کنید. خب بچه این قسمت از آموزش هم تموم شد. بریم با میماین پیش بریم. خب اینجا من این بخش رو هم میبندم، این بخش های مختلف رو میبندیم بچه ها که یکم صفحمون خلوت بشه و شلوغ نباشه، شما اذیت بشین. توی بچه این قسمت، توی این بخش میخواییم به ابزارک ها بپردازیم. خب بچه ابزارک ها چیه و چه کاربردی داره؟ در کل بچه بخش ابزارک های وردپرس به ما این امکان رو میده تا بخشی از قالب سایتمون رو بدون نیاز به کد نویسی تنها با درگ و دراپ، یعنی کشیدن و رها کردن موس، مدیریت کنیم. خب بچه برای اینکه به قسمت مدیریت ابزارک ها در وردپرس دسترسی داشته باشیم، پس از اینکه وارد پنل پیشخوان یا مدیریت وبسایت خودمون شدیم، گزینه نمایش ابزارک ها رو کلیک میکنیم. الان ببینید من میام توی پیشخوان وردپرس خودم، گزینه نمایش و ابزارک ها رو کلیک میکنم. خب بچه توی این قسمت ما میتونیم صفحه مدیریت ابزارک ها رو ببینیم، اون صفحه رو برای خودمون مدیریت کنیم، گزینه هایی رو برای خودمون اضافه کنیم، گزینه هایی رو پاک کنیم و هر قدر که میتونیم روی ابزارک های سایت خودمون اشراف داشته باشیم و اونها رو مدیریت کنیم. خب ببینید بچه ها، الان توی این قسمت برای افزودن ابزارک من میتونم با درگ و دراپ کردن این کار رو انجام بدم. خب شما میخواین یه ابزارک رو برای خودتون انتخاب کنید. الان ببینید توی این قسمت اگه من روی این مثبت کلیک بزنم، اینجا گزینه‌های مورد نظر رو برای من نمایش میده. اینجا میتونم ابزارک مورد نظرم رو جستجو کنم و ببینید الان من میخوام دکمه رو اضافه کنم. خب الان من اینجا اگه دکمه رو بزنم، اینجا دکمه رو برای من میاره. حالا اگه بخوام این دکمه رو اضافه کنم، کافیه این رو بگیرم و اینجا بکشم به این قسمت. الان ببینید بچه ها اینجا برای من یه دکمه اضافه میشه. خب حالا بچه ها یه نکته مهم، من میخوام طبق میماین پیش برم که شما اشتباه نکنید. زمانی که من میام این قسمت ابزارکم رو اضافه میکنم، خب توی صفحه من نمایش داده میشه. برای اینکه توی صفحه من نمایش داده بشه، حتما من باید بچه‌ها بروز رسانی رو بزنم یا ذخیره تغییرات رو بزنم تا این مورد برای من ذخیره بشه و توی صفحه سایت من نمایش داده بشه. خب الان ببینید بچه‌ها، ما اینجا یه سایت بار داریم که به جز صفحه اصلی توی همه صفحات وبسایت ما نمایش داده میشه. الان ببینید من اگه بیام توی صفحه فروشگاه، خب اینجا سایت بار من نمایش داده میشه. خب پایین سایت بار این نظرات اخیر رو میبینید یا مثلا این باکس رو میبینید. خب اینا بهش میگیم ابزارک. خب حالا اگه من بیام اینجا توی ابزارک های خودم، بیام اینجا کلیک کنم، اینجا نظرات رو میبینم. حالا من میام این نظرات رو میخوام پاک کنم. بچه ها ببینید الان زمانی که من بخوام از ابزارک قدیمی استفاده کنم، این گزینه رو میزنم. اگه بخوام اونو بکشم و به یه جای دیگه ببرم، از این گزینه استفاده میکنم. اگه بخوام اینو ببرم بالای سایت بار خودم، ببینید الان من نظرات رو بردم بالای سایت بار، یه بروز رسانی میزنم، اینجا یه رفرش میزنم. الان ببینید بچه ها نظرات اومد بالای سایت بار من قرار گرفت. خب پس از این طریق میتونیم ابزارک های خودمون رو مدیریت کنیم، اونو پاک کنیم، اضافه کنیم، اونا رو جابجا کنیم. الان ببینید اگه من حالا اینو گزینه پایین رو میزنم که نظرات بیاد این پایین قرار بگیره، اگه بخوام اینو به یه ناحیه دیگه انتقال بدم، این قسمت رو انتخاب میکنم. حالا اگه بخوام بچه ها
ابزارکم رو کپی کنم، تکثیر کنم، یا از این کلیدهای ترکیبی کنترل و شیفتی استفاده میکنم یا همین تکثیر رو میزنم. الان ببینید الان 2 تا نظرات برای من ایجاد شد. خب اگه بخوام نظرات قبلی رو یعنی گزینه قبلی رو درج کنم این قسمت رو میزنم، اگه درج در بعدی رو بخوام اینو میزنم. حالا بچه اگه بخوام اینو منتقل کنم به بالا یا اون 2 تا فلش رو میزدم، اون فلش بالایی رو میزدم، یا اینجا میتونم انتقال به بالا رو بزنم. اگه بخوامم این ابزارک رو مسدود کنم این گزینه رو انتخاب میکنم. حالا من میخوام ابزارکم رو پاک کنم و به صورت کلی این ابزارک برای من نمایش داده نشه. پس من این پاک کردن ابزارک رو میزنم. الان ببینید این نظرات رو هم من اینجا انتخاب میکنم و پاک کردن رو میزنم. حالا بچه ببینید من یه رفرش میزنم، به روز رسانی میزنم، عذرخواهی میکنم تا برای من ذخیره بشه. اینجا یه رفرش میزنم، ببینید الان برای من پاک شد، یعنی ابزارک دیدگاه ها و نظرات برای من پاک شد. حالا اگه بخوام ابزارکی اضافه کنم همونطور که بهتون گفتم این مثبت رو من کلیک میکنم. حالا مثلا من میخوام اینجا ستون هایی رو اضافه کنم. خب اینو میارم این قسمت میکشم و اضافه میکنم. حالا این ستون ها رو اگه اینجا کلیک کنم روی این قسمت، اگه بخوام بیاد پایین سایدبار قرار بگیره اینو کلیک میکنم که بیاد پایین سایدبار قرار بگیره. حالا من به روز رسانی رو میزنم و توی این قسمت رفرش رو میزنم و ببینید الان خب برای من نیومده. بذاریم ببینیم مشکل چیه. خب بچه اینجا به ما میگه یه متغیر رو برای خودت انتخاب کن. من اینو انتخاب میکنم، یه متنی هم براش اضافه میکنم، مثلا میذارم سلام وردپرس. خب حالا اگه این قسمت بیام متنم رو اینجا میتونم وسطچین چپچین کنم. بچه با این قسمت ها خودتون میتونین کار کنین و راحت اینا رو یاد بگیرین. خب فقط در همین حد بدونین که از این قسمت میتونین ببینین الان سلام وردپرس برای من اضافه شد. خب میتونین ابزارک هایی رو اضافه کنید یا ابزارک هایی رو پاک کنید و از اونها استفاده کنید. خب اینم از بخش ابزارک ها. بریم با میماین ببینیم تا کجا پیش رفتیم. تکثیر و پاک کردن ابزارک هم بهتون گفتم بچه ها. خب یه نکته مهم بچه ها، خب بچه زمانی که شما از یه قالب آماده استفاده میکنین، اونو خریداری میکنین و روی وردپرستون نصب میکنین، قطعا گزینه ابزارک ها رو داره. خب اما زمانی که شما میاین یه قالبی رو با استفاده از المنتور برای خودتون طراحی میکنین، ممکنه این گزینه ابزارک رو نداشته باشین و توی وردپرس شما چیزی به نام ابزارک نباشه. خب برای اضافه کردن ابزارک بر روی وردپرس خب ما توی جلسات بعدی به صورت کامل و گام به گام به شما آموزش میدیم که چگونه ابزارک رو برای وردپرس خودتون اضافه کنید. خب بچه اصلا نگران نباشین. خب با این ابزارک ها کار کنین، اونا رو تست کنین تا روال کار دستتون بیاد و کلا راه بیافتین و بتونین بهترین ابزارک رو برای صفحات خودتون انتخاب کنید. خب این جلسه هم تموم شد. جلسه 11 آموزش طراحی سایت بود که ما در مورد منوها، ساخت منو و تنظیمات مربوط به قالب، سفارشی سازی قالب صحبت کردیم. امیدوارم این جلسه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این جلسه رو یه بار برای خودتون تکرار کنید تا کاملا یاد بگیرین و بریم برای جلسات بعدی آماده بشیم.